سیبل جان، چشم رنگی محبوب دلها که طرفداران حسابی واسش سر و دست میشکنن و الحق که بانوی بسیار زیبا، دوست داشتنی و به شدت قدرتمندی در حوزه موسیقی هست. امروز تو این ویدیو چیزهای بسیار جالبی قراره در مورد سیبل جان بشنوید. با من همراه باشید. دختر و پسر و سلام، به سلبی سبدا خیلی خوش اومدید. اگر به اخبار ویژه سلبریتی های ترکیه علاقه‌مندید حتما کانال رو همراهی کنید. سیبل جان که به گفته تمام منتقدان ترکیه از عجایب موسیقی به حساب میاد، کار هنری رو از 14 سالگی شروع کرده و مراحل ترقی رو پله به پله و البته خیلی سریع طی کرده. سیبل جان توی کاراگومرک استانبول به دنیا اومده. بابای سیبل جان کمانچه میزده و سیبل جان اوریانته میرقصیده که بسیار هم تماشایی بوده. سیبل جان همیشه و همه جا گفته که به گذشته خودش افتخار میکنه و یادش نمیره که از کجا به کجا رسیده. اون گفته امیدوارم همه بتونن از چنین جاهایی به جایگاه‌های عالی دست پیدا کنن. اولین اجرای بزرگ و رسمی سیبل تو 14 سالگی روی استیج ماکسیم اتفاق افتاد که از کازینوهای معروف استانبول بود و به همین دلیل هم ماکسیم پولم شد، چرا که نشریات معتبر اون دوره این کار رو غیر حرفه‌ای و غیر اخلاقی میدونستن که یه دختر بچه 14 ساله روی استیج برقصه. به همین دلیل به گفته خودش 6 سال سن şenaznameyişو بزرگ کرد تا بتونه به اجراهاش ادامه بده. Yaşında Maksim'de sahneye çıktım ve Maksim'i kapattınız. Benim yüzümden Maksim kapandı. İlk kapatan insan benim. Benden sonra böyle bir şey gerçekleşmedi. Çünkü 14 yaşında bir çocuğu Maksim gazı. خلاصه توی دوره‌ای که سیبل جان حسابی به عنوان رقصنده روی استیج می‌درخشید، شخصی به نام نوکت درو صدای زیباش و استعداد خوانندگیشو کشف کرد تا کار به جایی رسید که توی دهه 80 میلادی سیبل جان سلطان صحنه ها بود. چهره بکر و زیباش و صدا و رقص بی‌نظیرش ازش یک ستاره ساخته بود. اولین آلبومش رو با اورهان گنجبی بیرون داد و بعد از اون با سالی یک آلبوم مارکت رو درو می کرد. داستان ازدواج پنهانیش با هاکان اورال تو اوج شهرتش اتفاق افتاد که توی ویدیویی مفصل به این قضیه پرداختیم. حتما این ویدیو رو ببینید. این ازدواج 11 سال دوام داشت و تو سال 1999 به پایان رسید. بعد از این طلاق سیبل جان یک بار دیگه به اوج سالهای هنری خودش برگشت. کنسرتاش با ابراهیم تاتلیساس بی‌نظیر بود و بلیتاش تو اولین فرصت سولد اوت میشد. و از طرفی همخوانی‌هاش با هولیا افشار بسیار زیبا و مسحور کننده بود و البته تمام این هنرنمایی‌ها همراه با نمایش رقص کم نظیرش بود، چیزی که تقریباً تمام خواننده‌های زن ترکیه ازش بی بهره بودن. چرا که هنوزم که هنوزه کمتر خواننده زنی در ترکیه داریم که هم آهنگ‌های زیبا و اجرای قوی داشته باشه و هم بتونه همزمان رقص لطیف و اغوا کننده رو از خودش به نمایش بذاره. یکی از چیزهایی که سیبل جان تقریبا زیاد باهاش درگیر بوده اضافه وزنش تو یک بازه زمانی بود، طوری که مطبوعات می نوشتن که سیبل جان نزدیک 130 یا 140 کیلو بوده، اما خودش میگه این اغراقه و دلیل چاقی من تو یک برهه‌ای به حاملگی دومم برمیگرده که دچار اضافه وزن شدید شده بودم. سیبل جان تو دهه‌های 90 و 2000 جزو زنان پیشتاز و سنت شکن ترکیه بود که لباس‌ها و کاستوم‌های شنا می‌پوشید و عکس‌هاش بسیار طرفدار داشت. و اما از قسمت‌های تلخ زندگی سیبل جان بگیم. بزرگترین ضربه زندگی سیبل به مرگ مادرش برمیگرده که در سال 2006 اتفاق افتاد و اشک‌ها و بی‌تابی‌های سیبل جان مردم ترکیه رو به شدت اندوهگین کرد. تو مصاحبهش گفته که وقتی مادرم مرد تنها چیزی که برای خودم میخواستم مرگ بود و از ته دل آرزو میکردم که بمیرم، اما فرزندانم منو به زندگی برگردوندن، ولی بعد از مرگ مادرم دیگه نتونستم مثل سابق باشم و نصف وجودم با مادرم رفت. Onu kaybettiğimde ölmek istedim. Yani ölmek istedim ama çocuklarım tabii ki hayata bağladı.
سیبل جان اصولاً روابط بسیار خوب و حرفه‌ای با اهالی هنر ترکیه داره، اما قهر چندین سالش با گولبن همیشه مورد توجه رسانه‌های ترکیه بوده. به نظر میرسه دلیلش عدم تماس گولبن با سیبل جان در زمان فوت مادر سیبل بوده. خب از اینجا مشخص میشه که سیبل جان چقدر عاشق مادرش بوده و از طرفی انقدر با گولبن صمیمی بوده که انتظار تسلیت و همدردی از طرف اون رو داشته. ولی وقتی گولبن حالا به هر دلیلی به سیبل جان این فقدان رو تسلیت نمیگه و به نوعی بهش بی‌توجهی میکنه، سیبل جان دلش از اون میشکنه و ترجیح میده دیگه باهاش در ارتباط نباشه. از اون موقع تا به امروز این دو هنرمند هیچ ارتباطی با هم ندارن و حتی اگر تو مراسمی با هم چش تو چش بشن سلام علیک نمی کنن. ولی گویا گولبن تنها کسی نیست که دل سیبل جان رو شکسته. یکی از کسانی که سیبل به شدت ازش کینه داره پدر همسر اولشه، چرا که توی برنامه تلویزیونی پدر شوهر اولش گفته بود که ازدواج پسرم با اون زن اشتباه بزرگی بوده. سیبل هم گفت که به خاطر این اظهارات حتما اعاده حیثیت میکنه. و اما از قهر و کینه ها که بگذریم، سیبل جان همین اواخر تو عروسی پسر کوچیکش حسابی ترکوند و خودی نشون داد و به قول ترکا مادر شوهر بودنش رو کرد. البته اگر مایل هستید در مورد ازدواج‌های سیبل جان بیشتر بدونید، ویدیویی که تصویرش رو براتون قرار میدم رو حتما ببینید. ویدیوی جالبی هست. خلاصه با وجود فراز و نشیب‌های بسیار، سیبل جان 4 دهه است که تو اوجه و همچنان یکی از افتخارات موسیقی و البته بی‌رقیب ترکیه به حساب میاد. مردم ترکیه هم بسیار دوستش دارن و احترام زیادی براش قائل هستن. شما نظرتون راجع به سیبل جان چیه که علاوه بر زیبایی ظاهری صدای بسیار فوق‌العاده‌ای هم داره؟ حتما تو کامنت ها برامون بنویسید. متشکرم که تا انتها همراه من بودید. مراقب خودتون باشید. خداحافظ. Karagümrük'ünü, dansöz Sibel'i Keani. Kapattınız. Benim yüzümden Maxim kapandı. 17 yaşında herkes onun sesini, 18 yaşında masmavi gözlerini düşündüm bir ağaç altında melekler aldım sözlerim o gün.